وقتی از جاده میای اصلا اینا رو نمیبینی. اینجا خیلی بهترین باغ تو جاده دوره، اینجا نزدیکه. خب این باغ، این درخت چکو بهش میگن. نگاه کن، این درخت چکو شما میگید کیوی، درسته؟ این درخت چکوه. این بهش میگن چیکو. چکو یا همون کیویه که حالا تو این منطقه یه جوری دیگه بار میادشون. خیلی جالبه. نه خیلی عسل داره، کیوی شما عسل نداره. کیوی ما نه، کیوی شهرستانی ها. من خودم هم اینجاییم. عسل نداره کیوی ما، چکوه که عسل داره. پس کیوی ما هسته داره و کیوی شما هسته نداره. آره. حالا میریم اینجا. خب اینجا چی داره؟ این انبه. انبه که راجبش صحبت کردیم و میدونین اینجاست. این انبه، یعنی گل داده انبه. این گل داده و انشالله فکر میکنم برای چه فصل چی میده؟ میوه میده؟ برج سه، مثل خرما. مثل خرما. این میوه گرمسیریه دیگه. میوه گرمسیری. آره. این برج سه انبه میده و اگر بیاین بلوچستان، بیاین سرباز، بیاین راسک، پشت راسک یک جاییه که واقعا دیده نمیشه. یعنی من داشتم از جاده میرفتم، به دوستان گفتم اینجا جایی نیستش که بخوام بریم تصویر بگیریم، که آقای حسینی گفت آقا یک فضای خیلی زیبا داریم بریم اونجا. اومدیم، اصلا واقعا من شوکه شدم. واقعا یه توصیفی از بهشته. صدای پرنده ها، اصلا یک فضای خوبیه. واقعا از دست میدین اگر نیاین راسک. حالا این هم زیتون میگیم بهش. خب زیتون. این درخت زیتون گرمسیریه. خب این درخت زیتون گرمسیریه. این درخت زیتون در جای است که یه وعده بار میده، همچنین سال 12 ماه مثلا زیتون داره. خیلی جالبه. این زیتون گرمسیریه. زیتون گرمسیری نگاه کن. با اون زیتونی که شما تو شمال رودبار میبینین خیلی فرق میکنه. و جالب اینه که میگن توی 12 ماه این میوه داره. خیلی جالبه. خیلی جالبه. این زیتونی میگه. واقعا جای تعجبه. بریم. این اون لیمبوه. لیموه اونها. اون لیمبوه، اونم بار داره. خب موزه پایین هست، جلال هست. موزه این هم موزه. این موزه. موزه محلی بهش میگن. این موزه محلیه، اون موزه محلیه. خب از این موزای کوچیکه محلیه. محلی نه، دانه درشته ولی موزه پاکستانی نه. حاجی علیگا موز پاکستانی اینشان نسل چه پاکستانی یاردشان، نسل واتی یعنی ذات ایران ماهه. مال خود ایرانه. خود ایرانه. این موزه ایرانیه. آره دقیقاً ساخت ایرانه، تولید ایرانه. بیاین اینجا و از این تولید ایران حمایت کنیم و ببینیم. این هم لیمبو. اینجا هم لیموه. این انبه است و اونم لیموه. اینم لیمبو. خیلی جالبه. جالب اینه که ما توی یه باغ داریم قدم میزنیم. نگاه کن لیمبو. صدا رعد و برقو میشنوین؟ یعنی نعمت خداست. ما توی یه باغی داریم قدم میزنیم. خرما هست، لیمو هست، انبه هست، موز هست، زیتون هست، چکو یا همون کیویه هست، شما هست، نارنگی هست. خیلی یعنی حالا غیر از این که حالا یونجه هم هستش. نگاه کنید. ما میگه اسپوس. این لیمبو سال 24 ماه 12 ماه بار داره. لیمویه که 12 ماه خود منطقه یمی راست که این لیمبو. خیلی واقعا من چی بگم، یعنی شما میتونین باور بکنین. خب ما یه منطقه میریم همش سیبه، یه منطقه میریم همش پرتقاله، یه منطقه میریم همش زیتونه، ولی توی منطقه سرباز همه چی هست. توی باغ همه چی هست. اگر میخواین لذت ببریم تو ایام تعطیلات، بیاین سرباز. باور کنین ما الان میخواستیم از اینجا بریم چابهار، شاید شب بمونیم اینجا، چون واقعا دلمون نمیاد صبح اینجا رو از دست بدیم. بریم یک دوری بزنیم آجی دیگه ببینیم چی داریم اینجا.